90% داری ما این اشتباه کار میکنین. اگر از این چوب ساول ماسه داری این ویدیو مخصوص خودت. محافظ فرس، دستگیره، دستکش. دست راست تو از دستگیره بگیر، چون اگه دست چپ تو بگیری زاویه دیدت بسته میشه و باید خم بشی و خطرش بیشتره. با این چوب ساوا روی دیمر 5 و 6 کار نکنین، 3 نهایتاً 4. واسه تمرکز بیشتر سعی کن انتهای دستگاه به بدنت وصل کنی و بعد شروع کن به باربرداری. باربرداری با این چوب ساوا تک جهته، یعنی یا از راست به چپ یا از چپ به راست، که از راست به چپ باربرداری کنین کششش خیلی کمتره. این از راست به چپ اگه توجه کنین دستگاه به بدنم وصله و دارم بتونش میدم. خب همونطوری که دیدین ما تک جهت کار کردیم، حدود 8 سانت عمق زدیم. این ایمنی ترین روش کار با این مدل چوب ساواست. اگه این کلیپ برات مفید بود واسه همکارات بفرست و ذخیره‌اش کن. لایک و کامنت فراموش نشه.